مرکزهای بین المللی زلزله نگاری خبر دادند که صبح 19 فوریه سال 2022 ساعت 8:32 دقیقه به وقت محلی در شرق تاجیکستان زمین لرزه رخ داده است. بنا به خبرها زمین در عمق 55 کیلومتر لرزیده است و شدت زمین لرزه در مرکزش 40 کیلومتری جنوب شرقی شهر خوروغ، مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان، طبق جدول ریختر 4.2 بال را تشکیل داده است. درباره کدام تلفات و خسارات بر اثر این آفت طبیعی تا حال گزارش نشده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده، هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شود. از جمله مرکزهای زلزله نگاری تنها در یک هفته اخیر در قلمرو تاجیکستان 3 زمین لرزه شدتش طبق جدول ریختر از 1.5 بال زیاد در یک ماه اخیر 11 چنین زمین لرزه و در یک سال اخیر 202 زمین لرزه را ثبت کردند. یادآور می شویم دوم ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن نویه تاجیک آباد به هلاکت رسیده. در این نویه و نویه رشت بیش از 200 خانه خراب شدند.